ویدیو میخوایم روی صدای ویدیو کار کنیم. با من همراه باشید. سلام بچه‌ها، من نهال هستم. به یه آموزش دیگه خوش اومدید. یکی از چیزایی که باید توی ادیت ویدیو رعایت کنین صدای شماست. صدا یه بخش خیلی مهمی از ویدیوی شماست، چون حالتهای مختلفی به ویدیوتون میده و میتونید با صدا افکت‌های مختلفی ایجاد کنید. با همینطور یه تدوینگر خوب همیشه حواسش به صدای ویدیوش هم هست. با من همراه باشید تا نکات صدا رو بهتون توضیح بدم. خب همونطور که می‌بینید من اینجا یه سری فایل‌های صدا دارم و یه سری هم فایل تصویری دارم که صدا داره. اینجا می‌خوام صداهای مختلف رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب ببینید بچه‌ها، وقتی من این صدا رو انتخاب می‌کنم و توی فایل صدا میندازم، صدای راست و چپ رو به من نشون میده و اگر من پلی کنم این نمایشگر رو ببینید، حالت‌های مختلف صدا رو دقیقاً بهتون نشون میده. این صداییه که کاملاً حرفه‌ای ساخته شده، یعنی نوازندگان نوازندن و یک تدوینگر صدا کاملا حرفه‌ای این رو لفت و رایتش رو از هم دیگه جدا کرده و کاملا چنلاش مشخصه و از هم دیگه جداست. همینطور که می‌بینید بالا و پایین صدا با هم دیگه فرق داره و چنلاش کاملا درست ساخته شده. همینطور که می‌بینید توی قسمت پریویوی من هم داره نشون میده و هیچ صدای اضافه‌ای و هیچ نویزی هم توی کار نیست. اینجور صداها رو معمولا تغییری توش ندید و هیچ چیزی توی تنظیماتش انجام ندید. اگر مطمئنید که صداتون درست ریکورد شده، به هیچ عنوان تنظیماتش رو تغییر ندید و همون قسمتی رو که میخواید ببرید و از کارتون بیارید داخل. من مثلا این تیکه رو تا این تیکه رو انتخاب میکنم و درک میکنم میکشمش داخل کار و این صدا اد. میرسیم به قسمت بعدی. ببینید این صدا رو، ببینید حالت این صدا خیلی صدای نویز داره، صدای تق تق داره و خیلی صداهای دیگه توش هستش. و اگر اینجا نگاه کنید میبینید یک نویزی توی قسمت رایتش هست. برای اینکه این کار رو درست کنیم و این نویزها رو از بین ببریم، روی فایلتون راست کلیک کنید، مودیفای و آدیو چنل رو بزنید. ببینید صدای ما استریو گرفته شده بچه‌ها و یه لفت داره و یک رایت داره. تو قسمت لفتش روی لفت تنظیم شده و قسمت رایتش هم روی رایت. من برای اینکه این کار رو درست کنم چند تا راه حل دارم. اول این قسمت این پایین که نوشته پریویو، میتونید قسمت‌های چپ و راست رو گوش کنید جداگانه که ببینید کدوم قسمتش مشکل داره. این الان قسمت چپشه. Do you like the smell of bread? I love the smell of bread. و قسمت رایتش، این هوا مال قسمت رایتش. پس قسمت رایت رو تیکش رو برمی‌داریم و روی قسمت چپ می‌ذاریم. قسمت راست هیچ چپی نداره دیگه، در واقع خالیش می‌کنیم. و وقتی اوکی کنیم ببینید راست و چپ شبیه هم دیگه میشه. حالا من صدا رو گوش میکنم. Do you like the smell of bread? دیگه اون صدا و اون صداهای مزاحم دیگه توی کار نیست. یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید. میتونید بیاید دوباره راست کلیک کنید، مودیفای رو قرار بدید، آدیو چنل و حالت رو روی مونو قرار بدید. مونو یک چنله، میتونه یا لفت باشه یا رایت باشه. من روی لفت قرار میدم و اوکی میکنم. ببینید که یک حالت صدا به من میده. Do you like the smell of bread? I love the smell of bread. و ببینید وقتی من فایل رو میندازم داخل پریمیه، ببینید بچه‌ها خطوط صدا رو کاملا میتونید مشاهده کنید. هر چقدر فایلتون رو بزرگتر کنید خطوط صدا واضح تر و میتونید حتی چنل آدیوتون رو هم بزرگش کنید که کامل صداتون رو مشخص کنید و با این تنظیمات میتونید کم و زیادش کنید. ببینید I love the smell of bread. Even though حالت صداتون کم و زیاد میشه. I've just had tea. حالا یک سناریوی دیگه رو تصور کنید بچه‌ها که البته من اینجا ندارم، ولی فکر کنید که توی این اینترویو من 2 نفر آدم رو دارم که دارن کار میکنن و هر کدومشون روی یک چنل هستن. We make barmbracks. We make yeast white cheese bread, brown yeast bread. We make sourdoughs. تصور کنید که از 2 تا آدم
مصاحبه کردید و صدای هر کدومشون روی یک چنل تنظیم شده، یکیشون لفت یکیشون رایت، ولی شما صدای این دو نفر رو میخواین، منتها میخواین که صداشون متفاوت باشه، یعنی توی 2 تا آدیو براتون بیاد که بتونید تنظیمات جداگانه ایشون انجام بدید. برای این کار روی کلیپتون راست کلیک کنید، مودیفای رو بزنید، آدیو چنل. این بار به جای استریو مونو رو انتخاب کنید و اینجا نامبر آف آدیو کلیپ رو برابر 2 قرار بدید. ببینید 2 تا کلیپ اینجا میسازه، یکیشو برابر لفت قرار بدید، یکیشو برابر رایت و بعد گزینه اوکی رو بزنید. و وقتی کلیپتون رو بیارید ببینید 2 تا صدا تو کارتون درج میشه که من اگر صدای دوم رو هم باز کنم، ببینید شما اینجا 2 تا فایل صدا دارید، صدای پایین و صدای بالا، که میتونید اونا رو از حالت لینک درشون بیارید و هر کدوم رو به صورت جداگانه ادیت کنید. اینجا یه صدای نویزی هم بک‌گراندش هست، اگر من این صدا رو قطع کنم متوجه نویزش میشید. یه صدای خیلی محوی توی بک‌گراند هستش که در واقع نویز این کار هستش. میتونید در واقع نویزش رو اینجوری از بین ببرید و نویز صداتون رو بشنوید. به همین راحتی. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و براتون کاربردی باشه. بچه‌ها یادتون باشه که صدا خیلی توی ادیت ویدیو مهمه. یه کوچولو چپ و راست شدن صدا باعث میشه که ویدیوی شما کلا خسته کننده به نظر بیاد یا اینکه با اعصاب طرف بازی کنه. ولی صدا رو وقتی قشنگ تنظیمش کنید و افکتای صدا رو کامل هماهنگ با کلیپاتون بدید، ویدیوتون فوق‌العاده میشه. این کار بهتون کمک میکنه که نویزهای ساده‌ای که توی کارتون دارید رو کاملا برطرف کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.